خب سلام به همه دوستان، انشاءالله که صدا و تصویر و همینطور اسلایدها رو داریم دیگه، درسته؟ خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. یک دنیا ممنون از همه دوستان. قبل از شروع کنیم به طور طبیعی و رایج باید تشکر کنم. من هم از دوستان گپ و گفت تشکر میکنم که واقعا لطفشون عجیب غریب و در واقع این فرصت رو در اختیار ما قرار میدن که من هر هفته شما رو اذیت کنم. و دو تا تشکر دیگه، یکی از اون دوستانی که در واقع دارن زحمت میکشن و اون بخش ادیت رو پیش میبرن، خیلی هیجان انگیزه. من فقط حالا گروه رو که میکنم کلی هیجان زده میشم. همینطور از کیمیای عزیز که یه کار عجیب غریب رو دستش گرفته و امیدوارم که به نتیجه برسه و اونم دارم اذیت میکنم. کلا توی این کلاس اینجوریه که شما اگه یه ذره رو بدین یه بهانه‌ای من پیدا میکنم که یه کاری بریزم سرتون رو اذیتتون کنم. خب قبل از اینکه شروع بکنیم نیکی چه کشیده که میخواد سکوت کنه الان. عرضم خدمتتون که قبل از اینکه شروع کنیم آیا اگر نکته‌ای از جلسه قبل یا حالا خبرهای این هفته هست که دوست دارید راجعش صحبتی بشه بفرمایید، اگر نه که من برم سراغ ادامه داستانمون. این دفعه واقعا امیدوارم یه ذره جلسه کوچک‌تر باشه، دفعه پیش که بیشتر هم طول کشید. خب نکته مسئله چیزی هستش؟ اگه به نیکی باشه که کلا اصلا جلسه رو کنسل میکنه. حالا سوال اینا که هیچ، اصلا کلا همین هم قبلا میدونی. بسیار خوب. ما جلسه پیش راجع به شب آهنگ صحبت کردیم و در واقع از اسطوره‌های مختلفی که داره، دلیلی هم که اینقدر در واقع راجبش حرف زدیم و اینقدر روش باقی موندیم به خاطر این بودش که خب پرنورترین ستاره آسمونه دیگه. اگر راجع به این داستان نداشته باشیم راجع به چی می‌خوایم داشته باشیم؟ نکته خیلی جالبی که فکر کنم علی جلسه پیش اشاره کرد، من رفتم گشتم توی اسکاندیناوی و در واقع اساطیر نورس، من چیز مشخصی رو پیدا نکردم. نمیدونم دوستان دیگه پیدا کردن یا نه. جاهای مختلفی که بقیه میرسید گشتم و ولی ندیدم چیزی رو که به طور مشخص یا به کلب اکبر سگ بزرگ یا به شب آهنگ یا ربط بشه. خیلی عجیب هستش. قاعدتاً تنها چیزی که میشه به شاید بهش یه ذره فکر کرد اینه که به خاطر ارتفاع پایین‌تری که داره، البته بازم دلیل نمیشه چون توی زمستون باید دیده بشه در حالت تاریکی. باز من میگردم اگر شما چیزی رو پیدا کردید که چرا در واقع، یا اگر نمونه پیدا کردید که تو اسکاندیناوی و شمال اروپا در واقع اشاره بهش شده بود بگیم به منم، و اگر نه که فکر کنیم ببینیم که چرا ندید. اما میخوایم بریم سراغ شب آهنگ در ایران و که داستان فوق العاده در واقع جذابی هم هستش. فقط قبل از اینکه بریم یادتون باشه دیگه که ما اشاره کردیم که توی اسطوره‌های مختلف، به خصوص اسطوره‌هایی که تو منطقه ما هستن، یعنی از بین النهرین بگیرید تا مصر، ستاره شب آهنگ رابطه و همزاتی داره با مسئله باروری و مسئله بارندگی و معمولا ایزدهای داستانهاش به گونه‌ایه که ایزدهایی یا ایزدبانوانی به خصوص که موکل بارندگی هستن رو ساپورت میکنه. اشاره کردیم که در مورد مصر به طور خاص طلوع صبحگاهی، طلوع شامگاهی، طلوع ستاره شب آهنگ، طلوع تابستانیش همزمان میشده با فصل طغیان رودخانه، که طغیان رودخانه نیل به معنای این بوده که زمین‌های آبرفت نیل رو به شدت بارور می‌کرده به خاطر اون رسوبی که با خودش می‌آورده و اون رسوب باعث می‌شده که فصل کشاورزی خوبی داشته باشن. در بین النهرین دیدیم در اساطیر بابل در واقع که چگونه در واقع باز دوباره موکل بارندگی هست به واسطه ای. در مصر ایزد در واقع موکل مرگ به نوعی اون در واقع چهره دارای با پوزه شغال آنویس نم به نوعی موکل هست یا مرتبط هست با شب آهنگ. حالا غیر از اینکه آنویس به واسطه اون ارتباطش با مرگ از زنده شدن، که زنده شدن در واقع به واسطه بارندگی هستش با شب آهنگ داره، از نظر ظاهر هم به خاطر اون ظاهر در واقع پوزه شغال یا سگ مانندش میتونه با این باشه. نکته دوم که یادتون باشه قبل از اینکه بریم جلو اینه که ما تو دو سه تا از اسطوره‌های مختلف که اشاره کردیم توی بین النهرین، توی مصر و بقیه، یادتون هست که گفتیم که
این ستاره این در واقع ستاره شباهنگ همراه باهاش در واقع اشاره میشه به یه تعدادی ستاره‌ای که دور و برشه. مثلا توی اسطوره‌های ارزم خدمتتون چین بود اگر اشتباه نکنم، و توی اساطیر ماوری اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم که غیر از خود ستاره به مجمع ستاره‌های اطراف شباهنگ یا مجمع مشاورانش نام برده میشه، The Assembly of Sirius، یا در واقع مجمع شباهنگ. این دو نکته جالبه به خاطر اینکه ما اینجا دوباره باهاش روبرو میشیم در اسطوره‌های ایران. خب ما در ایران از کجا در واقع این مجموعه رو داریم؟ ما یکی از بهترین سندایی که داریم و شاید اصیل‌ترین سندایی که داریم که خب قدمت بیشتری هم داره، بخش یشتا هست، سروده‌های یشتا، بخشی از اوستا هست که حالا در زمان‌های مختلف نوشته شده ولی در هر حال جزء متون مقدس هست و جزء منابع دست اولمون به شما میاد. غیر از این روایت دیگری از داستان آفرینش و روایت داستان از جمله شباهنگ در کتاب بندهش اومده. بندهش بعدتر نوشته میشه، جمع آوری میشه. نویسنده‌اش اگه اشتباه نکنم فرن بغدادگیه که این توی در واقع بعد از اسلام رو جمع میکنه، در واقع داستان‌ها و آیین‌ها و در واقع نگاه مزی اسنا رو به آفرینش، و اونجا هم داستان اشاره میشه اندکی متفاوت هست. این ممکنه برگرده به اینکه در واقع کدوم بخشش رو ما داریم می‌بینیم، از به کدوم سورس ارجاع داده، کدوم منابع در اختیار نویسنده بوده، و اینکه در واقع خب آیین تغییر میکنه در طول زمان دیگه. آیینی که برای مثال در زمان زرتشت، حالا دعوا هستش که زرتشت خودش چه زمانی بوده، در رابطه با اینکه چه زمانی زرتشت بوده و چه کار میکرده و کجا بوده، فکر میکنم کماکان بهترین منبع خوشخونی که ما داریم کتاب اسطوره و زندگی زرتشت نوشته خانم دکتر ژاله آموزگار و مرحوم احمد تفضلی. فکر میکنم که کماکان بهترین سند جمع‌آوری شده درباره روایت‌های مختلفیه که هم از اسطوره زندگی زرتشت داریم، هم از تاریخ زندگی زرتشت داریم. تو میدونید دیگه زمان بندیش واقعا کار سختیه. اگر دوست داشتید بیشتر بدونید، حداقل برای ورود به داستان فکر می‌کنم که اون کتاب خیلی خوبیه. اگر نیستش یادآوری کنید من تو گروه بذارم PDF رو، تو کتابخونه گروه. حالا توی در واقع یشت‌ها ما یک یشت داریم، یک سروده داریم که به نام اصلا تیشتر یشت معروف هست. من یک تذکر کوچیک فقط بدم. توی اون زرتشتی که ما داریم که در واقع بهتون گفتم دیگه که سال تبدیل میشه به 12 ماه 30 روزه و بعد یه 5 روز خورده‌ای آخرش باقی میمونه. هر از چندگاهی یه نفر یه واکنشی نشون بده، چون امروز این اینترنت هی قطع و وصل میشه، من مطمئن بشم که حضور داریم. برسی همین دیدم داره دستش درد نکنه. و اونجا در واقع یک یشت کامل به ستایش و سرود و در واقع نمازهای مربوط به تیشتر وجود. تو اون تقریبا در واقع کلمه تیر، ماه تیر که ما می‌بینیم ماه تیشتر هستش، به سیاره تیر یا عطارد ربطی نداره. توی یکی از روایت‌های اسطوره‌ای ایران که تو بندهش رو مفصل‌تر بحث کرده و اگر خواستید کتاب پژوهشی در اساطیر ایران مرحوم مهرداد بهار یکی از در واقع توصیف‌ها و تفسیرهای خیلی عالی رو داره روی بندهش. اونجا هم توضیح میده و که در واقع سیاره‌ها به نوعی در این جهانبینی به دلیل حرکت نامنظمی که دارن خیلی اهورایی حساب نمیشن، جزو در واقع لشکر اهریمن هستن در این نبرد کیهانی. نکته خیلی جالبی وجود داره که تو اکثر اسطوره‌های دنیا ما شاهد این هستیم که سیاره مشتری، برجیس، جوپیتر پادشاه یا خدای خدایان هستش در بین سیاره‌ها. در اسطوره‌های ایرانی زحل این مقام رو داره. یه جمله هم هست که یه ذره دردسرساز از تفسیر دقیقی ازش نداریم و اون اینه که گاهگداری با عنوان سیاره زحل رو که میخواد چی میگن توصیف بکنه از کلام در واقع چیز استفاده میکنه، میگه که آن سیاره طوق برگردن. ترجمهش یا ترجمه خیلی خطا داشته یا اینکه یه چیزی رو گذاشتن، شاید چون مقام پادشاهی داشته فکر می‌کردن که حتما یه طوقی هم داره. یک استدلالی وجود داره که خیلی 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 ضعیفه و اون استدلال خیلی ضعیف اینه که ببخشید
من نمیدونم چی شد ولی یه چیزی بود زد. اشاره که چیز مهم نبود. همین دقیقاً حالا که نیست حلقه است در واقع حلقه ها. طبیعتا ما میگیم که غیر قابل باور یا غیر ممکنه که با چشم غیر مسلح بشه حلقه های زحل رو دید. من کاملا اینو یعنی با اعتراضات میگفتم که غیر ممکنه، تا که یه دوستی خیلی سال پیش، حالا پژمانم فکر کنم که میشناستش، واقعا این خاطره فکرم داشته باشه، میگفت که من میتونم که حلقه‌های زحل رو ببینم. ما طبیعتا اولش میگفتیم که چاخان داری میکنی دیگه. کلا بین منجمه یه چیزی هست، بخصوص اونها که رسای چیز میکنن، زمانی که یکی بگه که من یه چیزی میبینم که بقیه نمیبینن و تیزبین‌تره، اولین کاری که بقیه انجام میدن به طور دیفالت اینه که بزنیم تو سرش بگیم دروغ میگه. این داستان رو من و بابک هم داشتیم، یادم میاد یه مجموعه دوتایی بودش توی دجاجه، من اصرار میکردم که بابک من اینا رو دارم جدایشون رو نمیدونم، آره منم توهم دارم میکنم که دارم میبینم این حرفا. این گذشت چندین سال بعد، آخرین باری که ما همدیگه رو تو ایران دیدیم رفته بودیم برای خدافظی رستورانی بود، بعد از اون بالا که نشسته بودیم یه تابلوی خیلی دوردستی بود و متن تابلو رو دادن بالا چه جالبه چی نوشته، مگه تو اینو می‌بینی؟ گفتم آره اینو الان دارم می‌بینم. اون موقع عینک نمی‌زدم به این شدت. بعد برگشت پس راست میگفتی اون موقعی که اون دو تا یارو می‌دیدی؟ گفتم من داشتم دروغ میگفتم، می‌خواستم اذیت کنم. ولی خلاصه این بنده خدا میگفتش که من می‌بینم. ما مثلا تست کرد، یعنی پژمان فکر کنم کارو کردش، مثلا تو یه روزایی که مثلا زاویه حلقه زحل رو ببینید چجوریه میگفت، حالا یا شوخی می‌کرده یا اینکه مثلا قبلا می‌رفته چک می‌کرده. آیا واقعا ممکنه کسی دیده باشه؟ بعیده، خیلی 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 دور از ذهنه، اگرچه غیر ممکن نیست. شاید یه نفری نوعی نارسایی که نمیشه گفت، بیش رسایی داشته باشه که در واقع به خاطر درخشش و خاطر نوع ویژگی چشش میتونسته اون رو ببینه. اما فارغ از اون نکته جالب اینه که به هر حال تو اسطوره‌های ایران زحل پادشاه سیاراته، در مقابلش در میدونید که توی این نگاه در واقع سندیت یعنی دوگانه خیر و شر، شما هر چیز خیری دارید مقابلش شر هم دارید و برعکس. بنابراین اگر سیارات مثلا فرماندهان ارتش اهریمنی هستن، در مقابل ستاره ها باید باشن دیگه. در مقابل زحل که پادشاه یا سپهبد ارتش اهریمن هست، کدوم ستاره قرار داره؟ گویی زندان به اعلام نشده. هیچ کس؟ یعنی چون گفتم دیدی جز معدود چیزایی، نه جز معدود چیزایی که یادم میگفتم. سوال صدا قطع وصل میشه، اصلا تصویرم میره مواقعی که من سوال عرض خدمتتون که گفتم که توی این نگاه اسطوره‌ای سیاره‌ها به عنوان افراد و گماشته‌های اهریمن حساب میشن. زحل فرمانده شده و در واقع 4 سیاره دیگه 4 تا سپهبد لشکر اهریمنی سیارات هستن در نبرد آسمان و در نبرد خیر و شر. در مقابلش طبیعتا ما این چیز داریم دیگه، سپاه اهورایی رو داریم، سپاه خیر رو داریم. فرمانده ستارگان در این نبرد کیه؟ کدوم ستاره است؟ نه، شباهنی است. روزا صورت فلکیه. تصویرم رفت. میگی تو میدونی که اینجا نزدیک من یقتون میگیرم. ستاره که خیلی پرنور نیست. فرمانده یه چیزی که مرکزیت داره، یه چیزی که بقیه دارن. نه مرسی، ستاره قطبی. ستاره قطبی توی حالا قطبی اون زمان به نام میخگاه معروف هست، ستاره که در آسمان میخ شده و بقیه دورش میگردن، با وجودی که ستاره کم نوریه ارتش بودن نه سپه بودن بود همچین چیزی. فرماندهان در واقع فرمانده کل قوای در واقع ستاره ها هستش و 4 تا ژنرال داره، 4 تا اسپهبد داره که این 4 تا در برابر اون 4 تا سیاره قرار میگیرن، یعنی در برابر عطارد و زحل و عطارد و مریخ و زحل و عطارد و مریخ و زهره و مشتری، که اون 4 تا همون 4 تا ستاره پرنور آسمون اون وقت میشن که عبارتند از شباهنگ و نصر واقع و ستاره سهیل و
و در واقع نصر واقع گفتم دو چالش حالا میرسم بهش میگم که این چهارتا بابا شواهنگ، سهیل، نصر واقع و چهارمیش چیه؟ ستاره پرموجه حالا برش کن پدیده زدن بنابراین این چهارتا جلو زدن. حالا بعدا کسایی که به طالع‌بینی علاقه‌مندن، طالع‌بینی قدیم، اونایی که تو طالع‌بینی باقی مانده از بابل در واقع کار میکردن و بعد تحت تاثیر این مجموعه بودن، توی این نبرد برنده تعریف میکنن که برای فکر کنم تو بندهش اصلا متنش هست یا تو کتاب ابوریحان، تو بندهش مطمئنم هستش که اونجا میگه که در واقع مثلا فرض کنید که مریخ در برابر ستاره‌ای که در برابرش بوده به قدرت رسیده، بنابراین وقتی که مریخ در اوجه نشانه نحسیه، یعنی مریخ نحس میشه چون پیروز شده بر رقیب خودش، یا اون در مثلا یه ستاره دیگه‌ای شواهنگ پیروز میشه بر سیاره مقابل خودش، بنابراین اون سیاره چون شکست خورده از نیروی اهورایی حالا خودش خوشیوم میشه، زمانی که در اوج هست خوشیومه. در مورد زحل و میخراق فکر میکنم در مورد زحل و میخراق داستان اینطوریه که این دوتا زورشون به هم نمیرسه که همدیگر از بین ببرن، برابرن. بنابراین متنی که میاری همچین چیزیه که پس زحل یا کیوان با نیک کاران یا نیک اختران، نیکه یعنی اگر شما خیر باشید اون کمک میکنه که طالعتون خیرتر باشه، اگر شر باشید کمک میکنه طالعتون شر بشه. این اصطلاح ما معمولا خیلی جاهای دیگه استفاده میکنیم دیگه، که میگفتن که مثل شراب ناب میدونه، آنچنان رو آنچنان تر میکنه، هر چیزی که هستید اون رو تقویت میکنه و این چیزیه که در مورد زحل و ستاره قطبی که اینا نبردشون برابر شده، دو تا شکست میخورن، دو تا پیروز میشن. رسیدیم به اینجا. خب همه اینا رو بذاریم کنار، میریم سراغ شواهنگ. عرض کردم که تیش‌دریاش بخشی که راجع به شواهنگ صحبت میکنه و یه سری بخشای خیلی جذاب داره که من یه تیکایشو براتون میخونم اگه خواستید. دادم کپیشو میگم. این کپی که من الان اینجا در دسترس دارم ترجمه آقای چیز نیستش، ترجمه در واقع استاد پورداوود نیستش، ترجمه دیگه یه فکر میکنم که ترجمه های از بین ترجمه های قدیم ترجمه ابراهیم پورداوود ترجمه خیلی دقیقیه. توی ترجمه های جدیدتر حتما بازنگری های دقیق تری شده با پیشرفتی که روی شناخت زبان پهلوی به وجود اومده، زبان اوستایی به وجود اومده و در واقع اینها و در واقع اینها کمک میکنن که ترجمه دقیق‌تری داشته باشه. این ترجمه عالی و ایدئال نیستش، اما به هر حال شروع میکنه در واقع داستان رو. یه گشت نسبتاً طولانی هم هستش و نسبت به بقیه چیزها سرود کاملتری رو داره. یه بخش کوچیکش رو میکنم، بعد میرم سراغ در واقع توضیحش که چه ماجرایی داره، به خصوصی که یه داستان خیلی جذابی رو آخرش داریم. رجل جبار، درسته؟ یه همچه چیزی. حالا من تا آخرش این وسطش باید بپرم اونه که یادم رفته بهتون بگم. بگذاریم شروع که میشه یشتش ترجمه نسبیش این هستش که می‌ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تیش‌در را، آن بخشنده خانه آرام و خانه خوش، آن افشاننده پرتوهای سفید و درخشان را و درمانگر بلند بالای تیز پرواز را، آن درخشنده از دور را که افشاننده فروغ بیالایش است. می‌ستاییم. دقت کنید تا اینجا چه چیزایی رو از توصیف شواهنگ یا تیش‌در در میاریم؟ یک، ستاره درخشان و شکوهمند، بخشنده خانه آرام و خانه خوشه. خب خانه آرام و خوش خانه‌ای که درش در واقع نوعی سعادت همراه باشه و برای این سرزمینی که با خوشسالی مواجهه، سرزمینی که در واقع محصول داشته باشه، سرزمینی که آب داشته باشه، سرزمینی که خانه‌اش میتونه خانه آرام و خوشی باشه. نکته خیلی مهم دیگه که اینجا وجود داره اشاره به پرتوهای سفید و درخشانش هست. این نکته مهمه، برمیگردیم اینو در یه سری تحقیقات تازه هم در واقع بهش اشاره کردن که در واقع ارجاع دادن به اوستا برای اینکه در واقع یه مسئله علمی رو حل کنن.
و همینطور اشاره میکنه به تیز پروازی و بلند بالاییش. حالا این احتمال داره در توصیف ظاهر باشه، اما این تیز پرواز بودنش، تندرو بودنش عاملی میشه که بعداً ما این رو یک مناسبتی میدیم به آرش. یکی از جاهایی که در اوستا در واقع اسم آرش اومده، میدونید که افسانه آرش کمانگیر در شاهنامه نیستش، یک بار اشاره میشه بهش ولی به خود آرش اشاره نمیشه. توی یتیش در یشت جایی که به طور مشخص به افسانه آرش کمانگیر اشاره میشه و اون رو مشابه و در واقع ستاره تیشتر رو در واقع مشابه میدونه به صفت تیر آرش. حالا بهت میرسم جلوتر میگم. بعد از اینکه به اشاره میکنه به درخشش فروغش، ادامهش اینه که میستاییم آب دریای فراخکرد را. فراخکرد دریایی بوده که دریای بزرگ عظیمی بوده که در ایران بزرگ وجود داشته، در ایران در واقع شهر وجود داشته، بقایای کنونیش در واقع الان بخشش در واقع تبخیر شده و در واقع شاید کبیر مرکزی ایران گفته میشه که پیشتر میزبان و بستر دریای بخشی از دریای فراخکرد بوده. و رود رنگویی که یکی از رودهای در واقع احتمال میدیم که در منطقه سیستان باشه. و بعد میگه که می ستاریم آفریده مزدا را. بخش دوم در پاراگراف دوم، اگر این چیزا خستتون میکنه حوصله‌شو نداریم بگید من ردشم برم سراغ اجرام. من یادم میاد چون خودم دوست دارم، احتمالاً بعد جازموریان اینا احتمالاً باز نداشتم. اگر حوصله نداریم ازش ردشم، چون توی حضوری که وقتی که باشیم من از قیافه ها میفهمم که کی حوصله‌اش سر رفته یا اینکه مثلا داره پرت میشه عوض میکنم، ولی وقتی که اینطوری میبینم صرفا باید حدس بزنم. واسه همین حدس زدم که شما اون چیزی که من دوست دارم سماک رامح که بوده. بله سماک رامح بوده، سماک رامح دیگه، ولی گفتم سماک. بسیار عالی. تو بند دوم میگه که میستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تیشتر را، آن در بردارنده تخمه آبها، آن توانای بزرگ نیرومند و اون دور نگرنده بلند پایگاه و زبردست را، آن بزرگواری که نیکنامی از اوست و تبارش از افهم نفات است. افهم نفات یکی از ایزدان یا یکی از در واقع طبقه امشاسپندان فکر میکنم که در واقع وابستگی مهمی داره به آب و وابسته است به آب. من فکر کنم یه بار دیگه تو جلسات قبل گفتم اگه دوستانی نبودن و مایلن به شدت توصیه میکنم. بچه‌ها فکر کنم توی گروه هم گذاشتن یه مجموعه کلاس در واقع اسطوره‌های ایرانی داره خانم دکتر آموزگار که فایل صوتیش در واقع منتشر شده و فکر کنم دوستان زحمت کشیدن توی گروه هم گذاشتن. اگر نه اینو حتما در واقع گوش کنید اگر علاقه‌مندین به این موضوع. هیچ کسی بهتر از ایشون نمیتونه توضیح بده و بله تو گروه خود شما زحمت کشیدین علی جان گذاشتید و حتما اگر به شدت توصیه میکنم که در واقع اصل سورس دیگه برید سراغش و توضیحاتش رو گوش کنید. پس یه بار دیگه می‌بینید که تیشتر مرتبط میشه به در بردارنده تخمه آبها، یعنی نه فقط آب بلکه بذر آب، اون چیزی که باعث جاری شدن آب میشه رو در خودش داره. من یه جایش فاکتور میگیرم، اگه خواستین متن میفرستم براتون که ببینید. در بخش سومش رو ببینید. میگه میستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تیشتر را، او را چشم به راهند چهارپایان کوچک و بزرگ و مردمانی که پیش از این آزاررسان بودند و کسانی که به بدکرداری میپرداختند. کدامین هنگام تیشتر درخشان شکوهمند از برای ما برخواهد دمید؟ کدامین هنگام سرچشمه‌های آب به نیرومندی اسبی دگرباره روان خواهند شد؟ پس ببینید دیگه هیچ شکی نمیذاره. اولا هم انسان، هم چهارپایان، هم گیاهان اونو چشم به راهن چون پیام رسان آبه و مردمانی که بیش از این آزاررسان بودن. آیا میشه گفتش که این آزاررسانی مردمان به خاطر به دست آوردن غذا، به خاطر به دست آوردن منابع بوده و زمانی که در واقع باروری زمین اتفاق میفته خب اینا دیگه نیازی به آزار ندارن؟ نمیدونیم، شاید. ولی اشاره میکنه اونهایی که بیشتر بدکرداری میکردن منتظرشن که به نیکردار بدل بشن و بعد حالتی با دعا و در واقع نابه میگه که کی کدامین هنگام تیشتر درخشان شکوهمند از برای ما برخواهد دمید و کدامین هنگام سرچشمه های آب
به نیرومندی اصلی دگرباره روان خواهد شد. دقت کنید این کلمه اصل رو اینجا در نظر بگیرید، به خاطر که جلوتر می‌بینید که یکی از شمایل بروز شباهنگ و البته بقیه در واقع شمایل‌های اسطوره‌ای اسب قوی هستش. این بخش چهارمش هم فقط اشاره کنم به خاطر اینکه همون نکته که گفتم، می ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تیشتر را، آن تندتاز به سوی دریای فراخ کرد، آن تندتاز به سوی دریای فراخ کرد را به سان آن تیر در هوا پران، آن تیری که آرش تیرانداز، آن بهترین تیرانداز ایرانی از کوه فلان به سوی کوه فلان پرتاب کرد. اسمای کوه‌ها یه ذره چون تلفظ سخته نمیگم که دعوا سرش. پس ببینید نکته جالب اینه که در زمان نوشته شدن این متن مقدس اسطوره آرش اسطوره جا افتاده‌ای بوده، بنابراین اسطوره آرش کمانگیر اولویت داره بر زمان نوشته شدن تیش‌دریاش. درسته؟ پس اولویت داره. درسته؟ نکته دوم اینه که میگه که تیشتر که تندپا و در واقع تندتاز به سوی دریای فراخگرد میره. الان عرض میکنم خدمتتون. به سمت در واقع دریای فراخگرد میره. حالا از این چه برداشتی میشه کرد به نظرتون؟ دریای فراخگرد دریای بزرگ مرکزیه و ستاره‌ای که موکل بارندگی به سوی اون میره. یعنی چی؟ یعنی انگار داره این دریا رو دوباره و رودخانه‌هایی که ازش منشأ میگیرن رو بارور میکنه، پر آب میکنه. پس حرکت شتابدار شباهنگ به سوی دریا خبر از در واقع بازسازی جریان آبها داره و اینکه اون رو اشاره می‌کنه به تیر آرش. حالا تو چند سال اخیر شما احتمالاً دیدید که روز تیرگان روزیه که در واقع آرش افغان‌های دماوند تیر رو زد. من مطمئن نیستم چقدر این درسته. این رو فکر می‌کنم یه پژوهشی رو آقای دکتر دریایی انجام داده. الان من راستش یه ذره چون دو سه چیز دیگه بازی کردم موزه زن ندارم، پیدا می‌کنم براتون می‌فرستم که چه ارتباط مستقیمی وجود داره. اما یادمون باشه که ما در تقویم قدیم ایران، تقویم موسوم به تقویم زرتشتی، گفتیم هفته نداریم، 12 ماه 30 روزه داریم، شنبه یک شنبه هم نداریم. هر روز ما یک اسمی داره که از هورمزد شروع میشه میاد همینطور جلو میره جلو. در هر ماه زمانی که نام روز با نام ماه یکی میشه، روز فروردین از ماه فروردین که میشه چه روزی؟ این سوال چیزی که من یادم احسن، روز اول ما از روز اول سال میشه فروردینگان یا فروردین. روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت که حالا یادمون باشه که فقط توی تبدیل الان که میکنید مثلا روز فروردین از ماه اردیبهشت در واقع میشه 31 فروردین الان ما، چون موقع ماها 30 روزه بوده دیگه. درسته؟ روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت میشه جشن اردیبهشت. هر باری که اسم روز و اسم ماه یکی میشده ما جشن میگرفتیم و این یکی از اون سنتایی که تو پرانتز کاش بتونیم به خصوص توی این ایامی که یه ذره افسردگی ها بیشتره زندهش کنیم. افرادی که توی دوران و سرزمین سخت زندگی میکردن به هر بهانه‌ای در واقع دنبال فرصتی برای جمع شدن و شاد بودن و اصلا فکر نکنید که اونا خیلی دل خوشی داشتن. اونا با شرایط فوق‌العاده سخت داشتن. حداقل هر ماه یک جشن بزرگ داشتیم حداقل، و این غیر از جشن‌هایی مثل مثلا صده است، غیر از جشن‌هایی مثل جشن‌های مثلا پنجه مسابقه آخره. و چقدر خوبه اگر ما یه زمانی بتونیم این روحیه رو زنده کنیم. من یه روزه‌ای فکر کنم براتون خوندم سر جریان یلدا و که چرا یلدا مهمه. به نظرم همون رو باید چیز کنیم. ببخشید چرا دیما 3 روز به کدوم نام داره؟ دی به دی دیگه. توی جشن دیگان زمانی که دی به دی داریم. نه 3 روز نداریم. کلا همه ماهای احتراماشون یکسانه دیگه. شاید دی بدین رو در واقع میگیم جشنی که در واقع میگه. مثلا من اینو نگاه کنم مطمئن بشم، ولی در واقع هر ماها تغییر نمیکنه. هر 30 روز ما
یک اسم یکسان رو داره. من لیستش رو پیدا میکنم دوباره براتون میفرستم. انتشارات خدایا انتشارات من چیزایی که دارم میگم احتمالاً الان وجود نداره چون تغییر کرده. توی خیابون انقلاب انتشارات اوستا فکر کنم هر سال یه سری تقویم‌های جیبی میزد. من تا وقتی ایران بودم همیشه می‌خریدم، متاسفانه الان دیگه نمیتونم، که تقویم‌هایی هست که با نام روزها و جشن‌های در واقع سنتی زرتشتی گرفته. اگر هنوز باشه کسی پیدا کرد بگیره، خیلی تقویم جیبی جالبیه. 2 تا بگیریم، یکی هم برای من بگیریم، متوجه پیش خودتون نگه داریم. عرضم خدمتتون که خلاصه اینو داشتم میگفتم که بنابراین روز تیر ماه از ماه تیر ماه به طبیعتا میشه جشن تیرگان. اما به واسطه این که در واقع خب حالا میدونم که در واقع روز تیر از ماه تیر در واقع روز تیشتر از ماه تیشتر دیگه، درسته؟ بنابراین طبیعیه که به ستاره تیشتر ربط داشته باشه. ستاره تیشتر منتسب به آرش هست و در واقع صفت آرش رو داره. نه اتفاقا در مورد سوال فرا من مفصل قراره که در یه قسمت از این پادکست جدید، فکر کنم قسمت بعدیش در واقع راجع به این انرژی‌ها صحبت می‌کنم. نه هیچ تأثیری نداره. اینا بیشتر بهانه‌هایی برای در واقع جمع شدن. اگه منظورتون از انرژی اینه که آدم‌ها دور هم جمع میشن و خوشحال میشن، بنابراین اون چیزی که اصطلاحاً میگیم انرژی بالاتر، ولی نه، هیچ انرژی فیزیکالی هیچ تأثیری نداره. و احتمالاً به این دلیل بوده که به خصوص تو سالهای اخیر مثلا تیرگان رو گفتن روزی که آرش تیرش رو در واقع از فراز البرزکو پرتاب میکنه و مرز ایران رو دوباره تعریف میکنه و به اون دلیل. ولی احتمالاً من جای دیگه ای ندیدم. حالا هم مقاله آقای تورج دریایی هستش، هم اگر علاقه من بودید توی یوتیوب توی کانال دانشگاه مرکز ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، نه اسلامیه نیستش علی جان، فکر کنم که اصلا انتشارات یا اسم انتشارات اوستا بود یا اسم انتشارات روبروی سازمان مرکزی دانشگاه تهران. این دست خیابون کتاب فروشی کوچیکی بود و انتشارات توس هم همیشه می آوردش که انتشارات توس نمیدونم هنوز برقراره یا نه، اونم همیشه داشتش و یه تقویم‌های جیبی کوچیکی بود، خیلی تقویم‌های رو جلدش هم در واقع فلوهر به اون شعار همت هوخت هورش که در واقع حالا من قدیمیشو دارم ولی پیدا میکنم اسم چیز رو براتون میگم. حالا چی داشتم میگفتم؟ جشن تیرگان به آرش نسبت داده میشه که در واقع جشن میدونم که اگر دریایی هسته، همین که در واقع توی کانال یوتیوب مرکز ایرانشناسی دانشگاه استنفورد یه سخنرانی آقای بیضایی دارن، اصلا عنوانش بکنم تو عنوان تیترش در یوتیوب هستش که آرش د آرچر و افسانه اون رو کامل توضیح میدن. و یه نکته خیلی جالبی که ایشون اشاره میکنه، نه تو تیر ماه توی جشن فروردینگار، اون ببخشید تیرگان، اون 12 فروردین که شما میگی 12 که 19 فروردین نزدیک میشه اون چیزی که بعدا میاد تو اسطوره‌های اسلامی تبدیل میشه به شرف الشمس. حالا بعدا نگیم صحبت می‌کنیم. حدود الان میشه 13 تیر که قاعدتا یه ذره اون موقع عوض داره دیگه، چون روزا داره عوض میشه. ببخشید عذر میخوام، دقیقاً مرسی. فکر کردم میگیم تیرگان 12 فروردینه. مرسی. احتمالاً آره ممکنه، نمیدونم هنوز باز هستن یا نه. خلاصه این نکته جالبی که آقای بیضایی اونجا اشاره میکنه اینه که اسطوره آرش فراموش میشه، به خصوص که تو شاهنامه هم نیومده و تو دوران معاصر ما یک بار دیگه این اسطوره زنده میشه و اون به واسطه شعر آقای کسرایی، سیاوش کسرایی هستش و که اگر دوست داشتید دوباره اون شعر رو بخونید، هم متن شعرش آنلاین در دسترستونه. یه زمانی کانون پرورش فکری یه نمایشنامه بی‌نظیر با یه سری صداپیشه عالی در واقع اجرا کرد، روش نمیدونم میشه پیدا کرد یا نه. شاید نیکی شهرزاد دستش باشه یا داشته باشه یه جورایی از طریق آرشیو کانون، که اگه دست شهرزاد باشه به این معنی که عملا وجود نداره، بهمون نمیرسه. و اگر هم دوست دارید که این روایت جدیدترش رو بخونید، شهرام ناظری آلبومی داره که در واقع آلبوم آرش کمانگیر هست و در واقع همون شعر سیاوش کسرایی رو در واقع با یه آواز خیلی عالی میخونه و با یه جایش با دکلمه میاد. خیلی اثر جالبیه. حالا بگذاریم
برای این نسبت وجود داره، ولی من تا جایی که یادم میاد نه موبد کنکاش موبدان هم نیستش. یه لحظه 3 ثانیه به من اجازه بدید تا یه نفسی بکشید من ببینم میتونم پیداش کنم. اگر انتشارات توس نمیدونم میدونی برقراره یا نه، انتشارات توس اگه برقرار باشه اونا رو می آورد. انتشارات اوستا حالا شاید جاهای دیگه هم داشته باشه. آها مرسی، انتشارات فروهر کشفش کردم. سازمان انتشارات فروهر بود. امیر جان چی بود اون؟ آره همون کتاب فروشی هم 312 فروردین اگه هنوز باز باشه اونجا جایی بود که این اینا رو منتشر می‌کردش و میگم انتشارات توس هم می‌آورد. جاهای دیگه هم البته الان نسخه آنلاینش هم هست. استخراجش هم بر مبنای یک موبد اون زمان، یعنی موبد ارشد اون دوران بودش که اگر اسم موبدش یادم رفتش. همینجور نتونستم متوجه شدم. اوزینت اوکی حالا بسیار اجازه بدیم بریم جلوتر. اشاره کردیم به در واقع تیر آرش و این چیز هم در واقع دنبالش بهش توجه کنید. بنده میگه می‌ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تیشتر را، آن غلبه کننده بر پریان را، آنگاه که پریان به پیکر شهاب‌هایی در میانه زمین و آسمان به پرواز در می‌آیند و به دریای فراخکرد نیرومند و ژرف و خوش‌چشم‌انداز که آبش پهنه گسترده‌ای را در بر گرفته است نزدیک می‌شوند. او یعنی تیشتر آنها را در هم می‌شکند. به راستی که او به مانند اسب پاک‌نهادی به سوی دریا روان است. از او بر آن آبخیزاب‌ها برخواهد خاست و باد چالاک وزیدن خواهد گرفت. و ادامهش در واقع اشاره میکنه به بقیه ستاره ها. آنگاه که ستویس به معنی دارنده صد چاکر و صد ملازم هست، احتمالا سهیل منظوره، برای بخشیدن پاداش برمیآید. او این آب را به همه 7 کشور میرساند. آن زیبایی آشتی بخش را به سوی همه کشورها روان میگرداند تا همه از سالی خوب بهره مند شود و ارمغان شود سالی خوش به همه سرزمین های ایرانی. می‌ستاییم تشتر را، این نکته هم دوباره توجه کنیم، می‌ستاییم تشتر را و می‌ستاییم تیشتر یعینی را. به معنی اینه که تیشتر و همراهان تیشتر، ستارگان همراه تیشتر، ستاره‌ای را که پس از آن ستاره نخستین در می‌آید. می‌ستاییم ستاره هفت‌رنگ را برای ایستادگی در برابر جادوان و پریان. این یه موردی که خیلی اشتباه میشه. خیلی اوقات هفت‌رنگ رو در واقع اشتباهاً به صورت فلکی دو اکبر یا به مجموعه کوچه پروین که به نام هفت خواهران معروف هست نسبت میدن، اما یادتون باشه که اینجا داریم با ستاره صحبت میکنیم و در واقع صورت فلکی نیست. بنابراین هفت‌رنگ ستاره است و در اسطوره در واقع سپهسالار مراقب شمال هست. توی اسطوره‌های ایرانی شمال همیشه مرز پرخطری برای ایرانه. شاید به این دلیل که خاطره سرمای قدیم سرزمین هایی که در واقع منجر به مهاجرت بزرگ شده هنوز باقی مونده و اونجا رو سرمرز دشمن میدونن و برای نقش مهمی داره و اون رو در برابر محافظ شمال خیلی براشون مهمه، ستاره هفت‌رنگ رو میذارن. ما تقریبا الان هیچ شکی نداریم که هفت‌رنگ ستاره نصر واقع یا وگا هستش. چطور این شکمون خیلی کمه؟ به خاطر اینکه عبدالرحمن صوفی توی کتاب صور الکواکب زمانی که داره نصر واقع رو توصیف میکنه ازش با لقب حارس شمال نام میبره، یعنی نگهبان شمال، که طبیعتا این نگهبانی شمال از در واقع نشون دهنده این سابقه تاریخیش هست. پس هفت‌رنگ رفتی به اکبر
یا خوشه پروین نداره، تک ستاره است. و همینطور می ستاره این ستاره ونند مزدا آفریده را برای نیرومندی، برای پیروزی برازنده، برای نیروی ایستادگی اهورا آفریده، برای برتری، برای چیرگی برنیاز. خب ستاره در واقع ونند رو در واقع میدونیم که در واقع چهارمین ستاره آسمانه. بنابراین اون چهار تا ستاره‌ای که غیر از میخگاه سپهسالاری چهار طرفه دارن میشن تیشتر یا شباهنگ، هفت دورنگ که یا نسر واقع، ستویس و ونند، و اینها در واقع سپهسالارای اصلی هستن، چهار ستاره پرنور به ترتیب آسمان. اونجایی که گفتم به اصل توجه بکنید، اشاره میکنه که در ده شب نخست پس از طلوع اولیه تابستانی شباهنگ، تیشتر درخشان و شکوهمند با پیکری به مانند یک مرد 15 ساله، درخشان و با چشمان پرفروغ، بالا بلند و بسیار نیرومند، توانا و چالاک در سپید دمان پرواز میکنند. بله به ترتیب دیگه. بله شباهنگ، سهیل، نصر واقع و سماک رامه. سماک رامه خودم کشتم، یعنی اصلا عالی بود. یه لحظه صبر کنید، من گفتم نصر واقع چیزه هفت رنگه. اشتباه گفتم، نه اشتباه گفتم، اینو اصلاح کنید، ببخشید، مرسی که گفتید، من اشتباه کردم. سماک رامه هفت رنگه، نصر واقع وننده. پس یه بار دیگه بذاریم مرور میکنیم. تیشتر شباهنگ، ستویس سهیل، ونند هفت رنگ سماک رامه و ونند نصر واقع. درست شد؟ بسیار. یه بار دیگه من بگم فقط. فرهاد جان فکر کنم میکروفونت بازه. یه بار دیگه. تیشتر میشه شباهنگ یا شعرهای یمانی، ستویس میشه سهیل، ونند میشه نصر واقع یا بگا، و هفت رنگ میشه سماک رامه. اوکی؟ خب حالا داستان چیکار داری انگلیسیش چیه دیگه، داریم فارسی حرف میزنیم. ارزم خدمتتون که تو 10 شب اول نصر واقع میشه بگا یا در واقع ستاره آلفای شلیا، یکی از نزدیکترین ستاره ها به ماست. اگر فیلم کانتکت دیده باشید، همون جایی که اون پیامه میادش و یادم رفتش. اوکی، اینو بذاریم باشه. خب داستان بچه 15 ساله چیه؟ داستان بچه 15 ساله اینه که توی تصورات در واقع اسطوره‌ای ما سن 15 سال رو در واقع سن در واقع کامل در واقع اوج در واقع سن اوج میدونستن، سنی که در واقع اوج هم جوانی، هم نیرومندی، هم به بلوغ کامل رسیده فرد، برای همین بهش نسبت میدن. ستاره دوم در واقع در 10 شب دوم میگه که تشتر درخشان و شکوهمند را میشناسید با پیکری به مانند گاوی با شاخهای زرین در سپید دمان پرواز میکنند. پس یادتون باشه داریم راجع به سپید در واقع طلوع صبحگاهی صحبت میکنیم، زمانی که در پیش از اینکه خورشید طلوع کنه ما میتونیم کم کم شباهنگ رو در آسمون ببینیم. و سپس توی در واقع سومین دورش، زمانی که داره در واقع تیز پرواز میکنه که آبها رو بیاره، به شکل اسبی سپید و زیبا با گوش‌های زرین و لگام زرنشان به سوی دریای فراخ‌کرد می‌رود. حالا اینجا زمانی که در واقع به این 30 روز میگذره از طلوع صبحگاهیش، تقریبا چه ماهی هستیم الان؟ طلوع صبحگاهی شباهنگ چه ماهی اتفاق میفته؟
نه، صبحگاهی به ماه فارسی هم بگیم خوب. نه اسمش روشه دیگه، تیر دیگه، تیشتار اسم ماهشه. اوایل تیر در واقع کم کم ما میتونیم ببینیم، حالا بسته به عرض جغرافیایی فرق میکنه. زمانی که طول میکنه بنابراین 3 تا 10 روز رو میگذرونه تا زمانی که به اون شکل اسب تیزرویی در بیاد که داره به سمت دریای فراخ‌گرد میره. پس حدود 1 ماه میگذره میشه مرداد. یادمون باشه حدود تیر ماه زمانیه که طغیان نیل اتفاق میفته. بنابراین برای کسانی که در مصر بودن همین زمان نشان دهنده آغاز فصل بارشه. طلوع صبحگاهی تیشتر یا شباهنگ نماد آغاز فصل بارشه. تو ایران این اتفاق نمیفته، ما تو تیر ماه فصل بارندگی رو نداریم. 1 ماه میگذره میشه مرداد. مرداد ماه هستش که آنگاه تیشتر به روی دیو اپوش می‌رود که با پیکری به مانند اسب سیاه در آمده، کلی با گوش‌های کل، کلی با گردن کل، کلی با دم کل، یک گر سهمگین، یعنی یک اسب زشت گر کل با رنگ سیاه. اپوش چیه؟ اپوش دیو زاده اهریمنه که موکل خشکسالیه. این دوتا با هم نبرد میکنن در بعد دهه سوم. تیشتر به شکل اسب سفید با در واقع اپوش در هم میفتن. هر دو 3 شبانه روز با یکدیگر نبرد میکنن. در نبرد اول اپوش پیروز میشه. پس تو مرداد خبری از بارندگی نیست، به خاطری که تیشتر شکست میخوره. توی مرحله اپوش اون رو دور میکنه از دریای فراخ‌گرد. تیشتر دوباره برمیگرده، این بار اون رو سعی میکنه که در واقع شکستش بده. توی بندهش اینجا میگه که تیشتر میره پیش اهورامزدا و شکایت میکنه، میگه من شکست میخورم به این دلیل که مردمان منو فراموش کردن، مردمان برای من دعا نمیکنن، مردمان برای من قربانی نمیکنن. خب این دوباره همون داستان چیز دیگه یلدا که روزه یلدا که براتون خوندم که ناامید میشن افراد و وقتی که ناامید میشن توی ناامیدی یادشون میاد که باید امید داشته باشن در سخت‌ترین شرایط و فراموش میکنن. اهورامزدا توی برنامه روایت بندهش این تو تیشتریش نیستش، خودش برای تیشتر قربانی میکنه به نمایندگی از مردم و وقتی که قربانی میکنه به یاد میاره در واقع تیشتر رو و تیشتر نیرو میگیره و میره و این بار اپوش رو شکست میده. و خیلی جالبه که اهورامزدا خودش در واقع برای یکی از آفریده های خودش قربانی میکنه که او بتونه که یا نذر و نیاز میکنه که او بتونه پیروز بشه در اهریمن. این دفعه در واقع تیشتر در واقع شکست میده، به دریای فراخ‌گرد فرو میره. اما هنوز یک مرحله دیگه باقی مونده و در واقع دریاهای اندکی خروش برمیدارن، بادهای تابستانی شروع میشه و در سعی میکنن ازش رد بشن. میپرم تو بخش دهم. بعد از این ماجرا یه نبرد دیگه رو شباهنگ داره هنوز تا بارندگی های کامل شروع بشه. میگه می‌ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تشتر را، او که بر پریها پیروز شد، پریها را در هم شکست، آن پریهایی که برانگیخته اهریمن بودند، برای آنکه همه ستارگان دارنده سرچشمه آب را از رفتن باز دارند. پس ببینید یه اپوش رو شد، 1 ماه گذشت از تیر، درسته؟ شد مرداد. این چندین و چند هفته در واقع با چیز مبارزه میکنه تا نیمه مرداد با اپوش و بعد حالا نوبت پریها میاد. پریها به شکل شهاب‌هایی در آسمون داشتن. اینم خیلی جالبه که این پری با اون پری در واقع ما فرق داره. پریها یه ذره اهریمنی میتونن باشن. در آسمون به شکل شهاب میاد. این خیلی موتیف جالبی که تکرار میشه. مثلا تو قرآن هم شما دارید دیگه. توی قرآن هم میگه که در واقع زمانی که شیاطین میخوان سرک بکشن از آسمان هفتم برن بالا، اینا رو به شکل با شهاب ثاقب چون شهاب ثاقب میزنه. این شهاب در واقع نمادی که دارن شیاطین رو میزنن که میخوان سرک بکشن ببینن بالا چه خبره و کنجکاوی میکنن. حالا اینکه چرا جواب کنجکاوی و جزای کنجکاوی باید بشه با تیر بزننشون یه داستان دیگه است. اما توی در واقع این اسطوره هم پری‌ها که به شکل شهاب البته گاه‌گدار اینو به شکل ستاره دنباله‌دار ترجمه کردن که قاعدتاً هم برداشت شهابه چون به تعداد زیاد. و تیشتر شروع میکنه به نبرد با شهاب‌ها. این شهاب‌ها هستن که مانع از این میشن که تخمه‌ها یا در واقع با هسته باروری آبها به دریای فراخ‌گرد برسه. بعد از اینکه
این در واقع می‌ستاییم ستاره درخشان شکوهمند کشور را که اهورامزدا او را سرور و نگهبان ستارگان ساخت، آنکه بر اهریمن ره به نابودیش نخواهد برد، نه جادوان و نه پریان و نه مردمان جادو پیشه و نه به همه دیوها هیچ آسیبی به اون نمیرسانند. و بعد از اینکه پیروز میشه شروع میکنه در واقع به بارندگی و بارش باران. حالا این داستان جالب اینا تقریبا کی شروع میشه؟ این دفعه فکر کنم واقعا به 10 دقیقه برسن. فصل بارندگی تو ایران کی شروع میشه؟ معمولا آبان، اواخر آبان. نه واقعا شهریور ما خیلی که نداریم دیگه. اواخر مه تا اواسط آب مه هم خیلی آنچنان بارندگی من فکر نکنم داشته باشیم. داریم؟ فکر کنم عمده اگه از نظر تاریخی نگاه الان که کلا نمیاد، الان کلا دوچار نفرین قدیمی، ولی زمانی که بارون میومد، زمانی که بزرگان بودن، حدود مثلا آبان زمانی که ما دیگه شاهد بارندگی های شدید پاییزی هستیم دیگه. درسته؟ تیر ماه شباهنگ طلوع میکنه، مرداد با اپوش میجنگه، از مرداد تا نیمه اوایل آبان داره با پریها میجنگه. درسته؟ خب تقریبا آره دیگه، تقریبا قطعی که نمید. مهر ماه اواسط مهر ماه، اواخر مهر ماه. خب نماد مبارزش با در واقع پریها چیه؟ نمادی که تو آسمون میبینیم از مبارزش با پریها چیه؟ شهاب دیگه، شهاب. درسته؟ نکته جالب اینه که از فاصله مرداد ماه تا زمان نیمه آبان بارش‌های شهابی دلوی، در ساوشی، جباری، سوری و حالا اگه یه ذره تا نیمه آبان بکشیم اصلی مواقعی که به اوج میرسه به اوج میرسن. آیا میتونیم بگیم که کسانی که روایت رو ساختن میدونستن که در این بازه‌های زمانی تعداد شهاب بیشتری در آسمون دیده میشه و این رو نسبت دادن به اون نبرد؟ کاملا ممکنه. یعنی نمیتونیم با قطعیت قسم حضرت عباس بخوریم که طبیعتا اصلا موقع حضرت عباس نبوده، بنابراین به انتفاع مقدم قسممون درست در میاد. ولی احتمال خیلی 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 بالایی وجود داره که اینها آگاه بودن. یادتون هست که گفتم که راهب منجم داشتیم، کسانی که به آسمون نگاه میکردن به خاطر آیین مذهبی. بنابراین اگر یک سری بارش‌هایی در اتفاق بیفتاده در طول سال، من اینو یه بار چک کردم و واقعا در واقع گذرای اولیه هسته‌های مولد این دنباله‌دارها در اون زمان اتفاق افتاده بوده، بنابراین طبیعیه که اونها میدیدن و کافی بود آسمون رو میدیدن که توی بازه تعداد شهاب بیشتره و اینو در اسطوره خودشون آوردن. حالا اینجا ببینید که چطور شباهنگ میشه موکل باران. چرا با وجودی که در تیر ماه خشک در میاد، در حالی که در مصر داره فصل طغیان شروع میشه، اما در داخل ایران هم موکل بر در واقع بارندگی هستش به واسطه اینکه یک بازه زمانی رو سپری میکنه، شکست میخوره از اپوش. بعد از اینکه از اپوش با به لطف حالا در روایت بندهش اهورامزدا پیروز میشه، تازه با پریها میجنگه. جنگش با پریها که تموم میشه که همزمان هست با دورانی که ما تعداد زیادی شهاب در آسمون میبینیم، این واسطه در واقع روند بوده. تازه فصل بارندگی در ایران شروع میشه. خب این روزه تیشتریه من بود و فکر کنم که امروز دیگه وقت نشه که من اجرام شروع کنم، ولی جلسه بعد قول میدم که این 6 تا صورت فلکی زمستانی رو همه جلوه شده بگم. خب سوالی، نکته چیزی هستش؟ خب بعد این برای نگاه میکنم. موضوع هفته بعد تمام اجرام نجومی وارد داخل این 6 تا صورت فلکی زمستانی هستش: جبار، جوزا، کلب اکبر، کلب اصغر، گاو و مارفسای. در واقع سعی می‌کنم که جرمایش رو، اونایی که میشه با چشم غیر مسلح، دوربین دو چشمی و تلسکوپ کوچیک رو مرور کنیم. اگه چیز جالبی اون وسط بود با هم دیگه مرورش کنیم. البته الان نیتم اینه که هفته بعد باشه. اگر 0.1%
در واقع خلق شدن در زیر یه سری کار ممکنه به تو خبر بدم، ولی فعلا قرارمون اینه که باشه. مشق بدم. به هم مشقای قبلی رو انجام بدیم، من خیالم راحت بشه. یه بار حداقل چیز کنید، اون نرم افزارا رو که دادم باز بکنیم. هفته بعد آره ان شاءالله حتما با کمک دوستان هم پاورپوینت رو شما می‌بینید، هم در واقع یه کوچولو یه چیز دیگه بگم، یه چیز دیگه یادم رفت، ببخشید. نه یادم نرفت. چون دیر میشه جلسه بعد یادم بندازی که قبل از اینکه شروع کنم راجع به شب آهنگ فقط اون داستان تغییر رنگ شب آهنگم بهتون بگم. تختم داریم براتون، درسان مداد تازه خریدم که با تخته بنویسم. بسیار سوالی نکته‌ای هستش؟ هیچی، مشق نه، فقط یه اون نرم افزاری که براتون فرستادم و یه نگاه بهش بندازین که من خوشحال بشم. خیلی 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 ممنون و امیدوارم که سرتون در برده باشم. تا هفته دیگه هر سوالی بود، نکته‌ای بود یا منبعی اگه گفتم که الان یادم نیست توی گروه یادآوری کنید، در خدمت. خیلی خیلی ممنون و فعلا